باره به قلبی که خدا به شما داده است نگرید. در یک دقیقه 72 بار می تپد. 100,000 بار در یک شبانه روز. 3,600,000 بار در یک سال. آن 2,000 گالن خون را به واسطه 60,000 میل رگهای خونگذر انتقال می دهد. کی فرمان می دهد این دل را که به یگان نیروی حرکت می کند، به یگان بطره و یا قوه برقیه؟ الله یگانه، الله بزرگ. دانشمندان و طبیبان ساحه قلب می گویند که دل به اندازه قوی است که می تواند ماشین بارکش را که با سرعت 20 میل در یک ساعت حرکت می کند بکشاند. کی می تواند بعد از این سازنده و آفریدگار آن باشد؟ الله یگانه، الله بزرگ، آفریدگار و سازنده آن است. شما باره به آفرینش مغز سری خود نگرید. آن به اندازه قوی است که دانشمندان ساحه طب می گویند 70,000 میل رگهای خونگذر دارد. آیا می توانید تصور کنید که در معاینه سر شما 70,000 میل رگهای خونگذر است؟ که این معاینه را آفرید، که هزارها هزار گیگابایت و هزارها هزار میگابایت و تیرابایت معلومات را در خود نگه می دارد. الله یگانه، الله بزرگ.